شما 5 تا از اینجا نمیتونید فرار کنید. چرا؟ چون به خاطر اینه که من همین الان میخوام بکشمتون. آقا چطوری؟ خدا قسم چطوری؟ من یه آهنگ میذارم انقدر ترسناکه حتی وقتی که از اولم گوشش بدید حتی میمیرید. وایسا بیارمش. یه چند ثانیه بعد بفرمایید آوردمش. آقا این آلبوم اصلا چیه؟ منظورم اسم این آلبوم چیه؟ اسم آلبومش Everywhere at the End of Time Stage 5. Stage 5 منظور Stage 5. تا حالا اینجور نشنیدم. ما فقط از 1 تا 3 داریم. نه حالا هرچی، ما از 1 تا 6 داریم. بذار ببینم. میگی چی شده؟ من که شنیدم آلبومشو. شما تو یادتون رفته؟ فکر کنم یه جای شنیدمش. فکر کنم یادم رفت. بذارم الان. آقا این چیه؟ بیا اول فصل ترسیدیم. خدا الان داره یادم میاد. یا فرار کنیم بچه، فرار کنیم بچه. هیچ کس نمیدونه از دست من فرار کنه. هیچ کس، اصلا هیچ کس. بفرمایید در که قفله. بفرمایید. خدا شد من کلید آوردم. بالاخره از دست این دنیا دیگه راحت شدیم. بفرمایید بودیم. زود باش. ساعت چنده؟ ساعت 7. پس چرا اینقدر تاریکه؟ فکر کنم شهر اینجا اینقدر تاریکه چون که خیلی ترسناکه. شهر ما اینجوری تاریک نمیشد. اوه ببینم تو کی هستی؟ بابا منو نمیشناسی؟ من پپا هستم. یا اول فاز ولم کن آقا. اگه ولم نکنی زنگ میزنم پلیس. وای بالاخره به شهر خودمون رسیدیم. خوشحال هستید؟ آره من که خیلی خوشحال هستم. بچه پپا رو ندیدید؟ نه ندیدیم. آخه مگه نمیدونستیم ما الان 4 نفری شدیم؟ اگه پپا بود ما 5 نفر می شدیم. این کاری ما خنگ شدیم. بچه ها نگاه کن، من یه کیوسک الان دارم میبینم. اونجا تازه روزنامه داره. خبر فوری رو هم تازه میده. شاید خبر فوری داده باشه. خبری از پپا. بعدش ما میبینیم پپا کجاست. چشم بریم اونجا. شما همینجا بایستید، من روزنامه رو میخرم. 2 دقیقه بعد خب چی نوشته بود؟ نمیخوام به شما نشون بدم. نمیخوام اصلا. خواهش میکنم اگه نشون ندیم ما نگران میشیم که آخه نمیدونیم پپا کجاست. اگه ندونیم خیلی دیگه نگران میشیم. آقا ول کن، فردا تو مدرسه میبینیمش. فردا مجازی؟ آخه معلم ما گفتم مجازی نیست. حتی اگرم هوا آلوده باشه حداقل بده، ما میخوایم ببینیم. باشه وای این دیگه چیه؟ چی نوشته یه موجود ترسناکی پپا رو کشت. نه این اتفاق نباید میافتاد. الان فکر کنم خاک سپاری رو دارن میگیرن. اصلا دادن کجاست؟ آره پایینش نوشته ساعت 7:50.
الان ساعت چنده؟ 7:40. ای دیرمون میشه. نگران نباش، دیرمون شد اشکال نداره. باز حداقل اینجا زده 1 ساعت خاک سپاری. باشه. 10 دقیقه بعد. من فرشته دلارم هستم. عجیب لات حرجی پنها رو بزن برگردان به زندگی. ای سلام، فکر کردی کی رو فکر کردی گم کردی؟ من پپام، من برگشتم اینجا به خاطر شما. فکر کردی نمیتونستم برگردم؟ یا من فرسا زده. ما انگاری باید فکر کردیم. خدا سلام خدا، دلمون برات تنگ شد. خدا سلام بچه ها، بریم یه کافه. من میگم آره بریم یه کافه، یه رستورانی. بریم مکدونالدز. بله بریم. 15 دقیقه بعد. اینجا غذاش خیلی خوشمزه است. مکدونالدز همیشه همبرگرای خوبی میاره که توش سبزی داره، گوجه کم داره و پنیر زیاد داره. هورا، من پنیر زیاد رو خیلی دوست دارم، گوجه کم رو خیلی دوست دارم، سبزی متوسطم خیلی دوست دارم. سلام، فکر کردی کی رو گم کردی؟ منم ریلا رو از زنگ نزدیک رو بکشم. وای نه بچه، وای نه هیولا پپا، همون هیولا رو دیدی؟ آره همون بود. آره بچه همون بود. چیکار کنیم؟ من میگم غذامونو بذاریم توی جعبه خیلی زود، بعد زود فرار کنیم. اون فکر کنم دنبالمون میاد. آره 2 دقیقه بعد. اگه همین الان فرمستید با این قدرت انگشتی همه جا رو برف‌بارون میکنم و برف خیلی شدید خیلی سرد که همتون سردتون بشه. زود باش، بهتره بدویم. زود باش.
داریم خسته میشیم ولی باز باید بدویم. آره زو باش. بچه هیولای دور شد ولی باز باید در رو قفل کنیم وقتی که رسیدیم خونه، چون به خاطر اینه که شاید خونمون رو پیدا کرد و اومدش تو. هیولای اینجوری ها کلید اصلا ندارن. اینو آروم میگیم چون به خاطر اینه که نشنون. اگه بشنون میخوان یهویی یه دونه بخرن. باشه 6 دقیقه وای چقدر این سفرمون خیلی ترسناک بود ولی من خیلی لذت بردم. بقیه چی؟ بقیه ها لذت بردن؟ من که خیلی لذت بردم. منم همینطور ولی نزدیک بود اون هیولا منو بکشن. پس به خاطر همین بود که منو نیاوردی پیش ما. فکر کنم به خاطر همین بود. ولی اول خودت خواستی نیای. آخ این پاپکورن خیلی خوشمزه است. آخ حالا بیا اون روز لذیذ رو بالاخره ادامه بدیم. چشم. به چنل سابسکرایب کنید. اگر سابسکرایب نکنید everybody at the end of time 1 تا بگو چه اتفاقی میفته. اگه سابسکرایب نکنید توی خوابای ترسناکتون میپرم. لوس بیمزه. اگه سابسکرایب نکنید ویدیوهای دیگر رو با نوتیفیکیشن روشن نمیبینید. بعدش هم نمیدونید که ویدیوهای جدیدی میاد یا نمیاد. به سابسکرایبران تبریک میگم. حالا خداحافظ. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. من خوشحالم که لذت بردید. اونایی که لذت بردن حالا فعلا خداحافظ.